وقت عزیزی وخير لا تايسا لا فيدو ونيسراوا لا سلاين الجور وجور جهان بینی فکری فلسفی دانا گوران یا کردان قصه کردیم و جلوا لجنو یارسان تمدن یارسان و لبودکی سیاسی و جامعی یارسان قصه باسا کریاس و لاینگل جور و جور و سردمگل جور و جور ای یاریەکان خریاوە وەرباز ناوەڕوو یاریەکان چوی شروع بیە چەکریاوە چەویشیاوە کی ئەو یاریە لە شروع کردووە و چەندێک توانستە موافق بوتن وەک چ شتێک باعث بیەسن کە موافق نوتن یا بیسه هوکار که موفق نوتن اوی که ایجار تویم بخیمنه ورباس بریک کلیت حل سرطای دوره بالی سده دوم هجری قمری تا سردم تیمور و نوروز تیمور بانگران و نوروز سورانی تقریبا 150 سال لیور 100 تا 150 سال لیور تاریخ کان لبین بردنس معلوم نیه ولی خب حدود 100 سال و جلیه بیسن یاری داشتنس و یاری چه سچیم نسر برک لبالگلی کلامی و سردما که فرقیل بیسن ئەوەی کە من توانم لە خزمەتان ئەرز بکەم لە ئێرە یەسێککە بتوانی من لە ئێرە لە بوارێکی یا لە ڕوانگەیەکی فەلسەفی تماشای بڕێک واسڵا ئی جیهانبینیە بکەی من هەر لە ئەو زمانە تا لە ئەو سەرەتاوە تا زمان تیمور نەوروز و لە لایەک تریچوە تماشای بنەماڵەر باوەڕی مەذهبێک کە ونو كاكي الحق ونو اليلاهي الحق حقيقة پرست طريقة إمام زمان طريقة حق طريقة حقيقة خلاصة ديان نو لسر خوي داشت يسن وليس على الآخرة كيما ومشخصا يا من مقولة اليارسان تمدن يارسان جامعي يارسان را عنوان باسه کان خم و عنوان فعالیت کان خم کانم کان خم هەڵبژانم و داخوا و نادرست یانە طریقەتگەل ئالحەق و کاکەی چینەس یارسان لە ناو کتاوەکانیان و لە ئەسرا کوبوونەوە خصوص خۆیان جوود ناودین لە ناوبردنە و یا حقوق ئیمە پامەڵ کرد ئێستا چیم نسر اوی که یانه ای بنماغل باسترا مذهبی یانه که بوتا کلام خوانین مقام خوانین و نظرون نیاز دوادان و قربانی کردن و روژه کردن ای چندگله باسترا سنت یانه لکور دست و فکرده و چو دست و فکرده و سیری که بلگکانی که من که یه روشن و بودن که این طریقت که یا این مذهب یا دین ناوینن این ناوی هرچی ناوینن کاکی یا الحق هیچ پیوندی که وگر ای جهان بینیه نیره پیوندی که واصلا بتواید لبوار فلسفی و حالی بسنی لبوار دنیا دینین و تماشای دیگه و روی بالکەکان بیشتر توضیح دەمە خزمەت ئێمە بتوانێ من سەرەتا واستڵا ئی بنەوەی ڕوژە ئەوڵەن فرە این جعلیات ڕێ دروستکردنە پەیوەندی بێنە
سهاد و فرارکردن سهاد لبرزنجه که فرسوکا او روایت که لو او واسرا داستانی لدرستی کرنه سناخنجی وگرد گورهی بنمالی ساکه و نه گورهی داناغل گورانه که خریک یاری بینست و دو سردما 72 بار درست کردن و تواستن دنیا تغییر ده، نه تنیا مدیریت دیوان مدیریت کرد تشکیل دن، کردان تشکیل دن، بلکه بتوانن چه دنیا تغییر بین دنیا او سردما هلا اینو بگره ل واصلا دمشق و روم و او مرکزیل واصلا قدرت او مرکزیل که هینک داشتن قصه که رواتن داشتن یعنی بگورن و ای آلترناتیو یا ای بدیل خویانه که ارائه دنست بین جهانگیر و بوتن مردم لی دنیا بتوانه ارگو برداری که و برقراری بیتر و اول نظم بیتر خود. حالا روژیه که لدو مناسبت یهودیل هاته و این مناسبت یک روژی استر و پیوشن استر نو جن واصلا خشایشه برازه هینیک بیسن یا خاخامک بیسن که مشخای و یا مردخای که یا حکم در شد که للان وزیری که نظام این نوع هامان واصلنا که مردخای حسودی بیله ای مردخای که حال دربار خشایار و یا باعث بودن که شاه حکم در بکتن عربی سودو حالا حکمرانی لجه سیدره که بتواندن او حکمرانی تمام گورو بیچ که یهودیکان بکشتن و درایکان هین کتن مصادره بکتن که این مردخای پی بیتن که ایجور حکم در چه دعوا کتن در استقلال موقع اصلا ملک هست که بتوانستن و گرد خشایشه یا ابریه که و آشور فکرم رسه آشوروش تلفظ بودن قصب که و بتوانه او حکومه بطال و که و نامه اکتر بنویسیدن و یسه که استر و اصلا دعوا کتن مردم که مردخای که سی روژه برین که بتوانستن روی چوار این کتن که لورا شاه این کرد دستودا که کسی مزامن و دیر کسی لوقت وچان لوقت سرعت مزامن بودن بتمن هینی که ادامه که یا مر مجازاتی و استر راحتی یکی لو مجازات حکومت بلاو یعنی مرد مکان خوی سر روژه گری و دعوا کلی مرد مکش که یهودی الواصلات دربار سر روژه برن و روژ چوارم چطلای شاه و قانه که او حکم بطال و که او روژه بود روژ شای یعنی تماشا که منطبقه وگر سر روژه خواهنکار یا سر روژه قوالتاس یعنی و روژ چوارم که جشن بود یسه که او روژه که دیرنه یه و پیوشن تانیت که اسا نیت لنو ادبیات گورانه این نیه لنو ادبیات واصلا نیسراوی گورانزوان که و حورانی نیسراوی نیت نهاتیست ولی هشکور روژه و نیت نوریا ولی نو مردمت ماشا که بشید نیت روژه نیت او شو نیت نظام شو نیت یسه که یا آخر شو نیت یا آخر روژ نیت این نیت هازوا سرزوان مردم که و احتمال فریلی تعنیت و ریشه داشت بوده و یسه که او روژه یعنی لسنزه آدار و شروع بودن تا 15 روژه و 16 جشن مثل روژه یک جور یا مهمتر دیرن واسه نریتر یا مناسبته که کپاروت نوه ای کپاروت لی مراسمه اوسا هر کلاشیر بیسن که را هر اندام بنمالا یا کلاشیر و دور سر خردانسن و یا این فانسن یا دوا که یا ای کلاشیر لجی منه لی توان ورگر منه لجی من کفارت دیتن و ای کلاشیر چکتن
خوی قربانی که متوانم جانی که دریش خان و سلامت و اصلا و هیمنی داشتم لسر و صفای داشتم که جوری کلیکی چی هست که لجی کلاشیر چکن پول این کن پول و دور سرخ گردن که هر ای دعا سکت کنن تا لجی کلاشیر لیره پول بنکار که ای پول بودا جیگر گناغل تاویل گر گناغل او شخص متعلق ای آخریه لکه هندیسن مامر راجن و کلاشیر راکیاو بنکار و ای خوی ای رسمت ماشاکی نیسراول وجل 150 سال یسه که حاتس هین خارجیت که چین سنو مراسمی دینسن که هر اندامی که بنمالی یا پلور این کنور ناور کلاشیر بویا مام یا پلور واسرا قربانی کردنست و یا هر معامر لناو کاکیه کان معامر سربرین و نزد باوا و ای کارکه حالا ماشاکم یه رفتی بین گوبینی و گوبینیش لسر روجو یعنی که ای روجو گیگیتن و لعن بشی لعو گروله که او ناوی بیتن و نظر دعا دانش کتنیه سی بود کسی که توانن هینه بکن واصلا دعای بیان بعد شیوه سربرین قروانیه که یکی خونه که دیگه چالو یعنی چه هر اوه لهینه هاترسن تورات هاترسن عهد عتیق واصلا انجیل عهد عتیق و پیشن تورات که بعد خونه که دیگه چالو لنخول یعنی دستوراتی که یهودین بعد قروانی کردن اول زاد مثلا لناو مردم اینه رسمه لنازم دی چنگ برین بودن لناو چند منطقه لمنطقه مباو بی رسم بی که اولین زا علا گیس کنیر بیاتا یا کور نیر یا کردن نظر واسفالی بوده قربانی که یا رسمی که یهودی ییچ و یا هین کردیسن یکی که او قربانی ساق بود و مثلا چولی ساق بود قلی ساق بود به ای بوده نظر لاشه با یکی هر رسمی که یهودی لکه حافظن بی نقص بودن بعد یکی نوبر ای هنگله یعنی رسمی که یهودیه که وگرد یه رسمی وگرد ای روژیه که ای دو مناسبت ای روژیه که نسن که او پیله کنه واسرا پیل کلاشه یا پیل نیاز پل یا نیاز پوس لیستن یعنی که او دو مراسمه کرنسه یکی روژیه گرده حالا تماشای که من که اراد تمیرو محبت من یا لهینی که برنامه که شما سری برنامه که تایوت ایسا فقط تیتر وار که بتوانی من روشنی وقتی من که یه دو دنیای جوازه و ایانا ربطی و دینی و سلطان صاحب و نیره سلطان صاحب دینی نورده دین رد کرده سو اصلا ایدالیسم رد کرده سو و ایانا لی دو سورده سال درست بیا و یه دسیسه را لناو بردن گوران و میرات گوران کن که دیار چین سر بلگکان تر روشنتر رو بود و تمیرو مقام خوانی یه نیسراوه لناو لهینه که ارتیکلیک لمقاله و ناو I have produced for you on the music آسرکه یا نویسنده که مصطفی دهخانه و یه چه هین سویسه که یه چه آدرس او مقاله سه لیره هاوردیه سوه که و بسم الله رسیدن که ای واصله نشان و نمادیل و ای بیان و ادبیات نشانده که شخص که خوی باش صوفیگری بیسن و ای شخص خوی و این ناستن بزنن که خداوند و عالم حاتم و شیطن حاتم که نو متن انگلیسی و شیخ حاتم نو لیبرده هم نزمی شیخ خیلی پورا هاوردیسن که ایسا که لیره ای شخص نیست هاورده سو که ایمه دیری من را خلق گوران چکیم کلام بنیامین و این سلطان صاحب جواب که من که کلام خوانگل دو دستن یه دست دو قسمن یه قسم اوامن یه قسم خواص و یه لیره که بتوانیتن ای کلامویل بنیامینونه که واصلا الهیات و هینا علم الهیه هین هفتن و معرفت الهیه کسان معرفت الهی معنی نیرتن لیره هستن سلطان خوی واصلا لعو معنیه جیگه دور دیرتن ذاتی یک دانست و نظام واصلا
الهی و معرفت الهی لیره جیگ نیده یسا که لیره رسنتن یا بتوانن موسیقی ای باصلا که ای شریعه یه جا و کردیز چه بکتن و بخوانیت یه دینی ای خواندنی چه باصلا لنظر معنوی معنا داشتود و او بخشی که آما را واسرا لش و را واسرا را خوشیگانه تمیر جنن و که شیرکان توانیتن بسوزی کردن یسا که هینی نیره واسرا بار معنوی نیره که لجی خوی یعنی خط و خط کنیم و معنی کنی پیام کنیم که مثلا یکی قوم یا 1229 این شخص این نیساسن و این بورانی پاکا و یکی ده 1000 و مصادفه و غیر 1814 میلادیه و تقریبا 217 سال لیوار خود 217 سال لیوار و این چه و غیر هینه یک گو بینو 1858 تا 1855 تا 1858 لمنطقه سردان کرده و او مشاهدات باید لسی سال آسیاره میسالسن که نظر روژی هست ولی لناو گیرنیه نظر دوادریت ولی لناو یه بشی دوادریت یعنی رسنتن وگرد یه که ای مرسومات ای مناسبات ای باورگل ای که و مذهب کاکی و الحق ناسیتن لئی دو سورد سال خرید گرسیه خو ایما ایرکان بیچی من وگرد یا هینه که من ماتریالی که من دایم نامسن لسری قصد کم لسری که ای بنوای ای مذهب چیدا مرزی ها یه تماشایی که من بتونه پیوند بخواهد گرد ای بخشه که ایسا خصمتان عرضه کردم حالا من ششم مانگ هفت یعنی که مثلا ششم مانگ شش داینا مثلا ولی خواهر من نرسی مثلا وقت نکرد مثلا بش من نو نرخ یعنی و که ارجاک ارز کردم لورا چیم نسد تمیر و اینه که یه جا دستر او کاپاروت است که من لورا فقط شروع کردم یه لیره تماشا کردن دا ای دستنیس و کمکی دستنیس کابشر بزهویه دوریش بشر بزهویه آثار حاج نعمت جهون آبادی و او نویسراوی تذکر الای ایوانوفا یعنی ربی دقیقه او و روشنی در کفتن که این مسئله لسر لی 2 سال آخره یواش یواش چکریا بنوای دامرزی هست یه تماشا که لیره که هاورده سو که هنا چوی سی و باویار سی و سال و سی خیال واسه به نو سرودکانی که خلیفه یارمره هاورده سی نیرن از نو سی نیرن یا انوان سی نیرن که انا بینه سجیشین باویار واسه لیرو رسیته و بنوا واز کن رای زاد باید نو سیل بنماله هیدری یه سر سیاقه و سی خاموش و بعد تاتیت سی فرزی و تاتیت هین واصلا سی براکا که بوتا ظهور اکمل یه لیره چکن راقیان دریشته ریکن و هر کاملی چند صد سال به این شخصی رو بوده ما اون یا چند 10 سال یا چند 100 سال فرق نیه اینه نیه و اصلا مهم نیه چوب یعنی و یه پر رفتن بوده چند کسی دینه لی بنماله خویانه برجستو کردن که چه بودن بونه خون زاد و ذاتر بناسین و اصلا بونه خون این میراس و از خیل سی قاسم و سی و اصلا افضلیت چکنه لولا و حچی قدرت آسمانی و زمینی و کانات کشی دارسته خانواده سی محمد دولسبار و اصلا پرکه دیره حتی نامه سلطان ساگر جشن عروسی و را گچشتی هر کاری قومیا لی خانواده و اصلا این هست دیره هاورد نسوی ولی کلام اصلی و رسانه کان و او کلام الفلسفی لبهین بدنه این مزخرفات نانسشون و یکی صفحه که تذکرات اعلا که لیره چکتن که سلطان ساگ
واصلا وقت توی قروب کتن هین بودن لیره پرسن که یکور بینیمت و که لیره این که لنو هفت شاهزادگان بعد کنه بینیمه و تی نویان چست نویانی که سلطان باویس و سید محمد گورس سید محمود نیسا محمد که لیره نوکان این نیستن سید حبیب و سید ابوالوفا یعنی شاد در کردن بعد لیره باویار فره ظاهر فرق بیچگیم تا لباطن هندسن ماشا که چجور این میراث عظیم و گورانی گنجینه سری نسوا لیره سیل خویان نانسه شونه حالا لیره تماشا کیتن که دواره هم دواره که هر کم رایجی سیه شراب پرستان و ندانم سی محمود یا سید محمد را اردبیل و میر را ترکستان و اصلا این محمودیت که سحاق داوته بعد لبخش منتخبات هاورده چند طریقت شریک بکرد مثلا که دواره لیلی پرسینه لیکو کی و هین دیتن لناو دوازده هین کی ظهور کی تو پادشاهوته لعید نوروز که هینم کن واصلا انتظارم بکشن که دواره ظهور کموا چون نشانه گیرتن سه روش خوارتلو که من نزنم خوارتلو که سه روش هچرو منظوری چسن اینی نکرد سوکا لسنزه عید نوروز لناو تاکیه کن ظهور کم و 12 کرسی بود و یعنی هانه بان کرسیه که شاپیر بنیامین و سیم داود و ای بلانس مزخرفات هاود و سویسا بعد یک جنسی شهاب یکی دو کرسی ده تا رسته سی جبله ایلو بعد شیخ صفی و وی شوه وصفه وی ترفن ده خریق بینسن گوری گوران بسرن و میراسه که بسرن و گشت چه ساق دینک دان نود و ایدینا و تنیا اول سیل دان نود و اراس سیل و سیل چه شاهزادن پر ساق و اساس ظهور لهین هاور نسل دان اسلام و زمان اسلام کیل هین بودن که شخصیت کان ذات کان کی بودن و بعد سلطان محمود غزنوی هاور نسل یه خلاصه لایرا هینه کردن بعد نظرکان نظر پیر نیم قران و پیر دلیل 100 دینار و نیاز سالانه داودیو نیم قران حق پیرو یعنی از تشتلیک نرخلیک دانا نسک حسن بنواید نیری اصلا بحثه که این و اصلا نیت و وضوع چو باید بگیرید ای دعا باید بخونی چه بکیدن او تشر و جام شاه ابراهیم پیر بنیامین و اصلا پیرم بنیامین و رهبرچه داود دلیل دستگیره یسا که کی دلیل دستگیر کیه لئیروهینه کلی دلیل دستگیرم کیه دلیل دستگیر سی محمد گورسواره یه دعا که وی جورسه شاه کی شاز بنیامین و پیری دستگیر کیه سی محمد گورسواره بعد دعای اهل قبور یکی هم رایدان آسن چوار پیر خاندان اسرائیل و اسلامی زباد یه دوره شریعت قمر و محمد و سلمان و چو بعد یعنی هاورد نسو بعد ای روژیل هفته کیسه کنسه این هفتن لو موقع ای روژیل تعلق دانسته هفت سیی خویان و مثلا چوار فصل ایسه کنسه واسه چوار فریشته یا چوار ملک داو پیلمیسو بنیامین و مصطفی شبیه‌اً هر نوع کلمه یا یک ارکان بولشونه که این هینه من یه جایی چم اثر بخش و بخش این ایوانوفه و گرد او یه فرصت که گرد او دوین دوریش بشره و یعنی که بیریت دنیا که گرد او نیسان و اصلا متن یا تکست را مقام کنی یعنی گشتی ای 2 سال آخره ای باور ای سنت ای نریت دامر سیاست بعدی قاپی شریعت و هینه هر او هینه که هر او مراحل است که هین هاورده سه هاش نمت هاورده سه و دیوار کرک نوردی لای پیگیری بیست و کسی بنوای معرفت رو و توسعه دا و اصلا کسی دست مایه یا بن مایه هینه که او معرفت رو و نظرات خو کی طریق خواه
بعد نیت روژه بعد را گل تاسن قول تاسن لیره گل تاسن نیسادی درین شای خاونکارو دعوت پادشاهی و عشق یاران گل تاسانه که این مرنوش لتی دیار نیه لیره و هر حال یانا هینن دواره سیلن اگر پرسین دستگیر کیست بگو شاه ابراهیم است اگر پرسین سراقه هفتن کیست بگو سید محمد است یسه هفتن سیل کنن و هفتن دانسته قلم به این ایوانوفا که یه دسیسته سن که دیار یه وقتاً اینا که چون بازمانده یا هنگل گوران بازمانده یاری تیمور بانیارن و نورس سورانی اروجه که لنامه سیشان زمینه حادثن تا دو سال 1312 که بینستن وزن اجتماعی فکریان فرفر دستر و بیسن که یعنی نتوانست کاری کنم تایی او نیشتاوی که باشره دو 11 سال دوای او نام نویسیاد بچیم نسر بس اصلی ای برنامه که بتوانی من ربطی بین چه ربطی بین بسکری که نیچه کردیسه فریدریش نیچه آلمانی فیلسوفی که آلمانیه که به ترجمه که کلیاس و انگلیسی و ترجمه که هست و فارسی که لیلاین کسی که ونو داریوش آشوری هینی کرده ترجمه کردیسه فارسی و لیلاین هینی به تیم آوای بوف منتشر بیسن کتاوکه و فارسی و کلیاس دنیچ و فایل دنیچ هست لا ای آدرس لا تلگرام متعب هنا که اوجره که من لی باشه که کال قرلی گرم در کفتن اینیه فر جالب نیه فر موقع تنیا و واژه کن ترجمه کرده است کلمه ترجمه کرده و منظور ترجمه نکرده و منظور که نه راست من لیدی یک دوشون و یادم بود تینی کم اشاره بکنم و هر حال این نیچهش باید 1844 تا 1900 هست که بچی من ای بخشیه که ای بخش 15 The 1001 Goals که این که منطبقه وگر 1001 دونه که بزنیم نیچه چواد است و فیلسوف گوران چواد است خویسه فی لئی کتاوا که هینی کرده است کتاوا و نو The Spoke Zarathustra که فارسی که کرده است چین گفت زرتشت یا وی جور زرتشت و زرتشت وگر زرتشت و اصلا پیغمبر فرستاده یا هنارده اهورامزدانیه یک کسی که ساخته زن نیچه خواه که لیره این گردیدن نیچه مردمان فریق گردید سرزوگل فریق گردید و خاصی و خراوی لنو مردم دینیدن حواله سوه که هیچ قدرتی که بود گورتر نیم و هیچ قدرت گورتری پیان نکردن لخاصی و خراوی نبودن و لئی بخشه توضیح داشتن که خاصی را یبر خاص متلیلین بریکتر و چه و خراو لیلین ملتکتر و خراو ناسید یسا که ای خراو ممکنه و اصلاف ای خراو را ملتک خراو بود را گشت چه این نوتن لیلای خویان خراو نوت را ملتک چه بود خاص بود ارزشی مثبت بود خیرمند no paper could live without first valuing if a people will maintain itself. However, it must not value as its neighbor values. یه که مردم را تعریف هویت خواهی که بتوانه ببینه که احتیاج و ارزش داره. البته لیره لفارسیه که ترجمه کرده است ارزیابی که ارزیابی نیست که ارزش مثلا خلق ارزش چو مثلا مادی مثلا داری یا کوه یا رد و برق یا مظاهر و اصلا طبیعت و مهمی در زندگی خویان بزن
یا یک ارزشی که واسه جو عادل بین، خاص بین و جوان مرد بین، مثلا اوجوری که لناو مردم ایمه حال سر زوانه بعد دانا بین فرد راستگو بین، یعنی ارزشی که یک کومنگا سازت معنی دیده پی و لزندگی خوی تعریف که در نتیجه ایرکانه تو هر ملتی خاون ارزشی تایوش و خوی که توانی چه کتن بقای حفظ کتن و بپارزیت و عنوان یه هویت مستقل و عنوان یه یکینی انسانی هستی دار خاون هستی تایوش بخوی یسا که اراو و کسان که تنیا رایک بمینید و این ملتی پیپل خلق یا ملت که باید بود تو جور حوصا کاند نوید بخاطر و بتوانید جواب بیتن در حوصا که چت خاصه و چت خراب. مثلا یه ترجمه که ریسن رو جایی که در خدمتان ارز کردم، ارزیابی هیچ ملتی بی ارزیابی نتوانه زیم که ارزیابی نیه خلق ارزشه که والیوش لیره که معنی انگلیسی که regards something is held to deserve the importance, worth or the usefulness of something. بعد معنی دونه person's principles, standard of behavior, one's judgment of what is important in life. که یه مجموعه پرنسیپل استانداردیل رفتاریل و این مجموعه وقتشون ارزش نه یک ارزیابی و اصلا که بتوانید بررسی که چیزی که ارزش داشتن دیدید یا نه ارزش و اصلا حفاظت دیدی یا نه لنوی بوید یا نوید یسا که براوردید که ایتون ودرد خوری یا ودرد لو معنی نیدید لبودی که هویتی و اصلا مفصلیل او ارزشی لبوده پیوندگاه انسان کان اندام یک جامعه. خب هر هینا انسان کان واسه مردم چکن ارزشی خاص خراو راخویان چکن هین کن چیزی و خاص یا چیزی که و خراو نیک یا و بد نیک که ایانه کسی نیارسید جیگ ناورد نسی پیای نیست واسطلا و یه لایان واسطلا آسمان و نهاد که دنه چی نو خویان خلقه که منظور نیچه واسطه که بعد یسه لیره هینه که تندون بالا و که ای ارزش شده چه انسانکان خویان هینه کردنسن دانسته چتگان حالا ایچته معنوی بودن فکری بودن یا یک مادی بودن که ارز کردم و خویان یا حفظ کردنسن و چه کردنسن خویان خلقی کردنسن در هینه کردنسن دواره ادامه دیتن ارزش و اصلاح یعنی چه؟ یعنی ارزش داین یعنی خلق کردن ارزش. خب creating ones یعنی ارزش یه چیزی و عنوان پرنسیپ و عنوان استاندارد که بتوانید مجموعه انسان مهم بودن در زندگی هم در حالت معنی دیت زندگی معنی دیت هستی انسانیت وقتی سنچه ارزش او ارزشی چه لنفس باید چه ترژر گنجین و جواهراتی که راچه که دیریت واسرا او خیرو حرمتو چیست که او چتیده حالا معنوی مادی چکن کو کریت بعد ایره ای خلق کردن ارزشکن وگرد جهان بینی فکری فلسفی داناوری بودانا یک گرفتوی چه بوده خاونکارکان چکن ارزشیل کوملایت آین و اصلا یاساوری سای نو کوملگا مهم کن تعریف کن و کل کوملگا شیوه کن
و کومەلگا بەشدار بوو لە مەدرسەی یاری ئەو کلاسێک وەسڵا هەم دڵی هەم سەری هەم گامی تا ڕەسیتە هەم ملی یانە کلاسێلیکن لە مەدرسەی یاری کە لە ئەو ڕێوە ئی ئەرزشێرە لە وجود ئینسانەکانە جێگیر بوو حالیە لە ڕێ فامە بووتە چشتێکە ڕایان کە نەتوانن ئەو ئەرزشێرە وەسڵا نەتوانن خلافی حرەکەتن خلافی ڕەفتارکن بەڵکە لە ڕاستای و ئەرزشێرە خۆیان تەنزیم بکەن کارە وەرزشی سەر دەست و دڵ و دێوێت بکەشەرە ئانە بەدە مەکەرە وەڕووی ئەو ئەرزشێ لەسەر سەنجنێ کە بەد چەس کرد ئەو کار بەدە نەکرێت بدون ارزش چه بود هستی معنی نیدید هستی چه چوله بعد تغییر ارزش کن و معنی تغییر ارزش ساز کن یه که دنیا دوره که بتوانید دون وزکید او دونی که مجموعه انسان فرستیم لسردم بالول ارزش ساز بینه جامعه ساز بینه ملت ساز بینه جی خویندن نسلیل تازه کرد و او نسلیل مستحق حق دیرین چه کنه ارزشیل که و ارز برنس لتی نظر خویندن خاص خواهی بکن و اصلاحی بکن و منطبقی بکن و در بخوری بکن راجیان خویند و یسه که او ارزشیل چه کن لنو تغییر دن و ارزش سازه کن چه لأورد دخالت لي نيرا بعد وقت ارزش کن یه ترجمه کردن که آفریدگاراش همیشه نابود کرد پس ارزش ساز ارزشیل ورین هین که نابود که یا یک خیط لو خیط جن شکاکیت و نقد منطقی و چک ارزشیل تازه لبانه خیلی واسلا خوله که گل ارزشیل تازه به نوعی این کس بسوزن پس دستر دمویل ورین ملتکان ارزش ساز بین مثلا آخری لچه دیسه ایندیویدوالیست حاتیستن و هر ملتی که لوحی که واسلا هینه لیسی لی ارزشیل را خویان دیرن که و پی عشق ورزن و پی افتخار کن و پی شوق گریتیان زندگیان معنی دار و بود بعد دیره زرتشت هینه که دواره چیستن که هیچ قدرتی و اصلا گورته لی خاصی و خراویه در قدرت خاصی و خراوی نیوستن که مردم دوست داشتن ای ارزشیل رایان مهم بودن و ای ارزشیل هانیان داستن که واسرا که زندگی حرکت کن چپ کن و گرد دنیای چو خویان تطبیق بین دنیای هاوساکانیان و دنیای واسرا زمانی یا کانتکس زمانی یا کانتکس تاریخی دوره بعد لیره یه چشتوتی هستن که ای پرو دیجی که یه لیره ترجمه کنیسه حیولا مده جمله که ناقصه یه که نابقی یا یک هینی بودن جینیس هینه کدسن یا یک مغز متفکر یا دیده‌داری بتوانید بویید که حال تشخیص بین یک خاصی و خراویه کن دائره ای ترجمه انگلیسی که ونه لترجمه فارسی که او معنی نارسته که قدرتی استدایشون و گوش حیولا است که چه کس آن را لگام تواند زد چه کس بر هزار گردن این حیولا بند تواند نهاد یسه که چه کسی ای با اصلا هین قدرت دیدن ای قدرت دیدن که بتوانیدن ایرکانی هزار دید هزار ملت هم که خاصی خراویه کان قویان دیرن چه کسی که قدرت دیدن که بتوانیدن ای هزار و اصلا هینا ای هزار ملت بتوانی و یک پیوند او قدرت داشتو او بتوانی او توانه او نبوغ داشتو که راحلک ارائه بیتن
که یعنی و یک بره حالا یه خوی چون نشان دیدن داناغل گوران که لیره یک جمله فر مهم هست که این ودسه زرتشت یا نیچه دزوان زرتشت و تیسن که این ملتی هزار ملتی هزار گول دیدن که لیره که دیسه قایت و این قایت معنی ناید واقعیت هزار قایت منزل و منزل تا قدم و قدم تا منزل تا قدم و قدم کان بود گول یا هدف و اصلا مقطعی و هدف نهایی یا قایی اوجی کسی که برسیده پس لئیره ل 2000 لناو داناغل گوران یا فیلسوفل گوران خویشن یکی اوی که لناو کردن هر کسی راحل دیریتن که بتوانیتن بوت راحل یا راوی حساب و یه سکن متى یه لساتی که واسه ملتکان تر حساب ولی لناو داناغل گورانه چه هزار ری لناو خود کردان حساب کردن که بتوانیتن کردان خوی بوت الگوی که رام ملتیل تر و این مجموعه لیس واسه ارزشیه شیوه زندگی بوده که الگو رام ملتیل تر نه یک ملتکان بتوانیتن سازش بیتن و اینه اما نکی و تیسن ملتی که این نیاشتود واسه هدفی آرمانی که آرمان نهایی نیاشتود بی معنی ملتی خوی لدست دیتن لیره یسه که آنچه در میانیست یک قایت است بشریت را هنوز قایتی نیست خب لیره منظور اوسته که لیره مشخص نیست ترجمه فارسی که مثلا لیره مشخصه که ایره که تو ملتی که آرمان نیاشتو مثلا یه هدف نهایی نیاشتو این ملت نیه یعنی نتوانه ارزشی خویا او هستی جمعی یا ملی خویا او ریو ارگانیزه که لو ریو نیرو انرژی و ظرفیت کان و قابلیت کان خوی بویت کان من تایلا جهان بینی دانایان کرد هزارها وجلیه یعنی راحل دانستن و یه دو قایت دانست یا دو وصلا حد آخر تکاملی دانست یکی که انسانکان یکی که را خود جمع را خود کردان جون ملت شوری ایسه که یکی را انسان قایت چست بوده خواهند کرد بوده کسی که سرسلطان و این انسانیه که خوی جاوه که تن در تعریف انسانه در جان بینی فکر فلسفی دانه کردان لد دیگر فلسفی قرب حد زمان واسرا یونان باستن دوره که انسان و واسرا حیوانی که نافتزانستن تا لئی سردم 500 سال آخره یا چند سال آخره تقریبا انسان در روانگاه جور و مثلا انسان و انسانی که واسرا ابزار ساز طول میگه انیمال حساب کنه یا لیبر انیمال یا حیوانی که زحمت کش یا سوشل انیمال یا انسانی که اجتماعی خلاصه یا حیوانی که اجتماعی باشه یعنی انسان حیوان چل انسان جای و که حیوانی که اجتماعی بینه فکر کنه راشنال یا یک سکرنه این اسپیچه که بودن زوانه که بودن یا یک او خصوصیات بس حیوانی اجتماعی بینه سوشال بینه یا یک در روانگاهی که واسه مارکسیستی و که ابزار سازی بود و کار بدنه ابزار که منتهی یک روانگاه دانایان کردن و چه که انسان یک موجود یا لو این ادبیات استفاده کنیم یه حیوان چست یاری کرد و یه که یا یک انسان یاری کرد که رسیت واسه و سرسطانیه یا ای بود یاره که تقویت منیلی که خصوصیاتی که خودیریته خویتی تونه چپ کتن قاضی و وکیل و پیچ تیگ درون خوی داشت بوده خواهون اراده که بتوانیتن چپ کتن چارانی ساز بودن رفتار ساز بودن رفتار سنج بود که بتوانید کشت رفتارکانی و حرکتکانی خوی و کمالگاه
بسنجێتن براورد بکەێتن کە نەتوانێتن چەکێ ئانە بەدەن نەکەێت خۆ ئێستا یەکی چەکێ قاویەتە ئینسانی خاوەن کاربیینە یە ئینسان و بنەماغەل و ئەستڵا خێروەتی دنیا داڵا سێ ڕوانگە هەست لە ئی زەمینەیەکی یەکێکە ئینسانێکی شەڕە لە زەمان واسڵا حەفز هینێ کرد کە بتوانێتن دەوڵەت وە پێ تەشریع بکە یا وجود دەوڵەت یا ضرورت وجود دولت و توجیه بکردن که انسان موجودی که خود خاص و شراشو و گوری صفته که دولت لازمه که بتوانه این موجود کنترل بکنه که بعدا این لیتر هاتن دانا لیتر که یه برنجه فرسه که انسان نخاص نخراو لکی زندگی خاص راوی و اصلا انتخاب دیگه و این کسی لیتر هاتن جور روسو يعني كإنسان هو موجودة وأسراك وهين وبنماغل نيك في الدنيا وأسرا سرشت نيك في الدنيا كل تابع وأسرا آموزشو محيط توانت تغير بكتن ورو خراب من تايد لأيرا تشاس لأيرا إنسان وبنماغل خير وتن إذا كان بكشية الشر وصل ميدان الشر يورو الشر كالنور دانا ملقا هنوتن وصل نرست في نور دانا كبتوان الظلمات ناداني تاريخي كان وقت روشن وقت شكت تواني بكشتة الشر وهذه الروان قصوة كتأكيد كيتن كنباتة كانت بيران أو أرقوة كملقا كان رفتار در نتیجه ای انسان چه تتناو یک کوملگاه که کان کرم حساب بودن انسان کان چواردوری هر کامی کان کرم چیزی که کرم کن چیزی که یه انسان للی ورد یه موجودی که فعال بده و بستان کره گوهریه یعنی یا بارور حال پروسه‌ای که باروریه یا پروسه‌ای که بار آوری که رشد کردن چه که باروریش بوده که رشد یا گری نه اطرافیان رو لمحیط و در اجتماع که یعنی اجتماع و محیط و بیشتر کان کرم اصلا بود یه چه بود ساری و کرم یا که چه کتن بود خاون او چیزی که لکوملگاه من جمله ارزشکان او کوملگاه بیشتر بود و یه سهمه که انسانی که خیرمند بود دیگه که انسان سالم ها رسیت مرحله سرسلطانی فهمت چه بوده خاون کرد که توانی برپرساتی لکوملگاه ور بریدن و خاون کاری که لکوملگاه خدمت لکوملگاه حالا با الائیره بیچی من بزنیم ای توصیفی که ای وینسازی که لإنسان لكوملگا و رابطه انسان و کوملگا دام خدمتان بزنیم حل دوی بالی و چو رنگدان و داشته چو عملی بیه اجرا بیه جهان بینی این دوره بالی حالا دوره بالی سروده الفرق همی تیشت دست و ای بوجدان الهوائي دسيسة وخاطرية ميراث عظيم اللي بين وبكنه وصلا بين لبين إيرانية وإسلامية وبلي بوسين وصلا ملت دولة سازي اللي دوران وصلا قاجر ويلا بيشتر هنا كان بونيكا هموش تكي وگرد اسلام و گرد ایرانیت اتقام کردنسن یا یک کردنسه نقمی کردنسن یعنی او ایرانی سازی و اسلامی سازی سجده جمع بردین آرو نجم دا سجده جمع بردین همت نقابی یار که ایرکانی یه مثلا این بیاتا یار بیاتا یه باید کنی این سروده این کسی کری و یار منظور مثلا بالیل خوی بیاد ولی وقت دیگه سه بالیله یه یاران چکن لقافی یکتر مینه همت جمع کن بتوانن همت جمع کوملگان دام ولی وصلا کردان جمع بکن و همت جمع با نهار و این وصلا دیوان رئیس
ذره و پیاله درسته ذره نه او کوسر وردین چکرین جمع این کرده جمع و اصلا او جمع مدیریت جور این هستاوی که یه هر جمع کان گشته جور کانی که بتوانیدن حالا یه لیر ناوی نانسته کوسر که کوسر ناو کانی گوتن لب هشت که لیر ایره کانی کوسریش بود جمع که به هشت را یعنی را او یاریل که بشترن و جرأة لا كلا تشبیه کردن دانایی او اینا واسه دانایی و فلسفه ذات او بشر بیره تشبیه کرده او که بتونه پیاله بخوان و یک همت یکان چه بود بحرور بن کینی هم بشکه سیراو بن دولمن بن نظر واسه ذات یسه که یه لیر تماشا که سجده جمع بردیمن سجده جمع بردیمن کس لیر اول آخر یا ای جمع بالود و بطه که بشتر بینسن و داخل نوچتی نیه لبین برنسه یعنی چکن سجده یکان برنسه سجده و اصلا برابری ده او جمع برنسه نه یک و اصلا بالیل که لبزا که سجده که جعل کرنسه و اصلا کسی که موافق باقی حالا با اواتی یاران ایمه چه دیوان لیرت یا کرنسه دست پیچه که بالیل دیوانه بیسن و کرنسه و اصلا شاگرد را خاطر کلوه کردن شیعی ذکرلی و بشیل اسلام بینینه مثلا تصوف اسلامی کرنسه و اصلا شاگرد ندارم امام جعفر و برای ناتنی خلیفه هارون الرشید و مزخرفات رأی کرد لورسانی که بقیه روسیه کس هر نازنا و لور دیرن یعنی اینا کان نجوم و سال و رجب و یعنی کس الان ممکن نو اصلی خویانش نو چون ای سرده محراز رجب و سال و یعنی نو الاسلامی فرب ممکن نیه که زی کردلی کلب یه سکو چکرنس ترجمه کنه دیوانی در صورتی که وقت دیونیت لیره سجده جمع برده پس جمع دیوان مدیریت کوملگاست بعد وقتی همین مگیلین یک شارن تا زنده کردیم آیین کردن در نتیجه شارن لمعنی و اصلا شارکی امروزی نیه سیتی یا استیدال که شار کرد که مجموعی که آویانی لطی بود مردمک لطی بجیتن الله هرچند منطقه که فرشو بلاو مثل مجموعی که انسان وصرایه واحدیلی که حالا نو بین ایل طایفه یا قوموین این که نسی تبشن لعناو او مردم دانتان چکن وارد دیوان بکن بشتر بکن ده دیوان و چکن مدیریت جامع جهانمای کردان تشکیل ده و یه دیوانه نیه یه دیوان بالوی و یاران دیوان داشتن و تواسنه بچه شارکان بگردین چکن داناغل باقی جمعیت کرد بشتر کن در دیوان و اصلا دیوانه که بیشتر وگرد حالا وگرد هر که تداعی بیود که مثلا قیس چکه چوتن که کیه یا یک این سنگتراش فرهاد چوت کیه کنه در نتیجه دیوانی چوت را کیه نه چوت را شد مثلا تمام داستان عشقی دیوانه همیشه چکه چه سرا چوری و گیریان و فلان نه چه سرا شاویل داناول که ایسه که وداخ و بعضی نیسراو خونی یک پروفسور فلانه ندم دکتر فلانه کس یا فلانه پژوهش کرد اصلا گمان نوی که توانایی تجزیه و تحلیل داشته و این یک چند وصله مفهوم چند بند چند خشت اصلا توانایی نیاشت اصلا این بکتن براورد بکتن حل بسنی صرافی که وقت بوران تو لوله دیری سشت را دین بنا جنب برده دیری یه دیوانه نه دیوانه بعد دیگه که رو وقت دیوانه بود دی چکه دی چولایی نه چطور شد یه شهر
مرکز این آویانی جی دانش جی وصله حافظه جمعات شاره. بعد یه سرولیت از مدرین نان گرد خوانان از مدرین خو یه لیره و گرد او دیدگاهی که بش کردن وصله یه صفری کردن ملت کرد یک گرید که وصله لعو هنا توصیف وصله یا لعو نظر هانا آرنتی که یک کوملگاه لحاله که کوملگاه که بتوانیتن روش برو بردن کوملگاه که ولی نظر خیر و شر هم یکی بود و یه اقای و آرا جور خانواده که باوکه میشه چپ کریت چوب کریت یعنی خانواده که چرخنید و منافعان و اصطلاح یکی که او موقع تو اصلا یک کوملگاه معنی که در صورت او برای بود هین داری بود اکتر و وگردیه هین ناک ولی خب بس یه که مثلا لدوره اینجا سده هفت ماشتما که دیدن یک سروا کرد کردستان هم و موجود که بعد و تدبیر بود دویچه و ذکر نه هم و تدبیر یا و تدبیر مشورت بیشتر همیش و صفر و خوان و بار واسرا مالیه که بار اقتصادی که لور کردستان یک سروا بی و یه که لیش حلی زمانه که بتوانه فکر کن هاو دل و هاو گام و هاو سر و هاو گام و هامل بیتن و هم صفر بیتن و یه تماشا که دقیق اول و دقیق دویم پنجی و هر اوسه که بیاه دقیقه باقی قرنه الى باقی یاریکان چکه دوزن تبلور پیاکده یا خوی نشان داره یا اجرایی وقتی یا اصلا که بتوانیدن کرد هستی کرد به نظر مادی و معنوی یا فکری و چکتن بخریتی یک خان بکریت جمع بکریتن ری یکی وان ری و هزار این بیاشون یکی و شون بر هزار که بتوان بان یه ری و او ری چیز ری حساویه راغی حساویه ایسا بالیل یه ناتوانی ده بالیل خوی بود چون هینه که دیدتن واصلا خوی تعریف کردود یه باید کنی هین اقرار یکی لیاره کنی بود بالیل دانه بحلول نانی از بحلول دانه یه ناتوانیتن خوی و خوی بیش دانه بلکه یه باید کنی اقرار یا گواهی یکی بودن که لطی واصلا مشارکت لگ میدان چوگان بازیه رای در بکفه که بالیل دانه غلق و اقرار پیبکه و گواهی پیبکه که للایان واصله سیل و ای اقرار و گواهی و قلد و کار بجاسن که یکی ذات حق واصله سوختگیری کردود و بقیه بیشن من زانم حتما سوختگیری کرده ذات علف وانکس ولی لواقع لیره لجریان یه بحث گفتگو فلسفیه فکریه واصله مشخص بود که کیچ وقوع کده که چند مرده علاج کی لکام بوا لکامشون دانایی دیدی توانایی دیدی قابلیت دیدن که برپرسایتی ور بود ایسا دانا بیانی گه چیوم زانا یه ذاتی یک دانه دیره خوی نشان دیدن چیوی مزانی گه چیوی مزانی یه چیوم هینا رو جای دخصمت هست کدم یه خوی فیلمشتی هین کردنسن و داخل دستکاری کردنسن فعلا شاید نه خونج دانا بیانی یه چیوی مزانی نه یه چیوم زانا که او خریق قصه که خود گذاشته نیه خود مثلا مثلا که لیچ تگزانه ایرکانی ها لزوان خواه بیشته در ولی یه وزی کردنسن و یه اقرار یکی میگرانه که بالیل چه دانه سبحان ازنا على سبحان یه مزخرفی که اضافه کردن جهل بعد لیری چند دوار یه جهل رب العالمین بحلول نامی رب العالمین بیانی و رهبر روح الامینی که روح و اسراب این بود لیره روح منظور بنیامین بود و امینی جانب درست کرد حالا ما پیکی و تیر میر دوبینی میره که واسه شکا یه که یه جهل رای درست کردن متا یه خوی رسنتن به نوعی واسرا او جانبینی فکری فلسفیه چوبیسن لقن دوما
که دیوان درست کن داناکان مشخص بودن لکام بواروا لکام شون و دانایی دیرن و بتوانن یادگیری کن و جمع بر مدیریت این کن جمع جهانمای کردیت درست بکن لچه لنمایندگی بشکن کرد که اینگل دوره تیمور مشخص بود. حالا این سروده این سردم بابا ناوس سروده ای که فلسفی فرم همه که جواگو او هینه ده قایت نیچه یه سری ومل فلسفه اروپای دیگه فلسفه دانایی بودانا یعنی نه هانا آرنت خوانید نیچه خوانید ویل دورانت خوانید نازنم مارکس خوانید همه خوانید لگوشه که لبواری که اون جواگو بینسن لبستری که اروپایی و لکانتکستی که تاریخی اروپایی جواگو بینه ولی این راحالی که بشری هرچند لکانتکستی که کل بستری که کردان لبستر اجتماعی کردان راحالی که را کردید ولی این راحالا جهان واصلا شمول انسان شمول بدون مرز فرا مردی فرا واصلا زوانی فرا رنگی کلن انسان وکو حیوانی گیایی کننده یه که و هیچ مرزی که ناکیه وکو که چوش مثلا نظام کمونیستی جیگر واصلا این بود سرمایه‌داری بود و جهانگیر بود ولی این راه یعنی لو سردمه که راه یه بدیلی که راجی که خان رعیتی و جهانگیر بود یه سروداری که من حمله میسرا و حمله ویدو شکاری این سروده خواجه حساوی راوی حساوی که این خواجه حساوی یا هر او بالیل دانه بدر منظور چست منظور بابا ناوسه چون ای بنا دستکاری بیا این سردن بابا ناوسه متا ای بابا ناوسی که ودا خوناو که ایجور تعبیر که نا آوس یعنی لدالکی این بیوت مزخرفاتی که را ویچکو کردن را و خرافت کشانی عظمتا که لدالکی باسلا با کرد وجود با و یا جور باشی یعنی اگه این مزخرفات این که نسن با خاطر سو کردنی که بتوانید معجزه‌ای و این معجزه‌ای که برست استیه خواجه حساوی دیانی خواجه حساوی این خواجه حساویه که خواجه معنی واسرا استاد دیره استاد حساوی یا عادل کسی که چست دانه ولی کسی که توید چه و دستور بودن کیشان حق و دستور بود حق بسنجد واسرا راوی حساوی راسی حقا اینه که شیخ اندیده از و امر تو اینا مزاوی حالا یه چکرنه لزوان و اصلا بزنی که یان اینه کرنه ولی لیره متافوری که راهی نشونیلی که هست که وقت انسان بود خواهان فکری که یه مغز زاید تشبیه کردیسه که بزن که بتوان این مغز زاید که خواهان راه حال یه توری یه جهان بینی یه فلسفه لره زوانه چکی زوانه پیت قلم یا پیت واسه امراضی که را بیان را دوشین یا پیت گوان را دوشین او شیر مغز یه تشبیه کرده مثل از و امرتو اینا مزایی هفت سرچ از مو پیدایی هفت منظور یسه که هفتن لیره اینه کرد نست یه حالا درست بیدیانه معلوم نیه ولی خود تشبیه که درسته شیرمان میونه سراوی چروش ازل دنیا دنیاوی یعنی اول واچست شیر هر ای داناییه که لروش ازل و یا لروش ازل منظور نیه که لروش خلقت منظور ازله که انسان کرد توانسته وری فکر خوی وری اندیشه ورزی بکنه سر و سامان دیده خوی این جوره بیسته که
مغزایی و زوان شیرکه دوشی است لزوان و شیرکه حافظ داشت چه میدان سر مکروت داوی چه میدان سر مکروت داوی لمیدان چکیتن دیریتن سر نشاندی و اصلا سر تناو سریع دیری حومالی کیده مدری بیان گواهی راوی یه راهی باید بودن که تو دیریتن گواهی ری که ری خاصه کن تو نشانه دی یه سرت واسه یه ری مرسول یه ری سرول یه ری اوی که دیرید بس و گفتگو که یه ری او واسه دبیت وزوان ایمروژی دیریتن سرکان لمیدانا داوی داو و چکیتن و گواهی دید تو دانایتن که زانیتن کام ری درسته کام کسی ری درست قصه کتن ری راه حساس ری که بتوانی وکار بای را کومالگا گواهی راوی مدری خور خدا و ذاتنی بشیاد گوهر خود را هم خوایتن هم فلسفیت هم چرکیتن لگوهر بشه لگوهر ای خوایت و ای ذات داریتا این چه گوهر و گوهرکانت ایسه بشیانست گوهرکانت پختن هم مقام و اصلا خاونکاری دیریتن و هم خاون فلسفه و ذاتی که و هم گوهرکانت چه پختن بشیانه قصکانت بشیانه خاون دیگای تایبت و خود ای بلان سوت مزخرفات اضافه کنه سازان قالب شغل ابو بشر و ندانم از آق و قرباننا نامن اندرو و آدم دام از شیر بروز و یه داستانی واسطه اسلامیه که اول نسخ زانستی و ایچ وار بیته از خویی بیم قلام محمیر سازیام و حیوان عقل مختصر یه فرمومه یعنی من لحیوان و عقلی که کم و شروب سازیام من ادامه حیوان انسان ادامه چه حیوانه تکامل یافته حیوانه یوی بیم قلام محمیر که دیره پالان ورده این محمیر لجی پالان ورده باید شده که قلامی که بار بیتن که دستور بیتن و جور حیوان چه و عقل که کم و که یه سازیام و حیوان عقل مختصر که لحیوان بی عقلم کم بی و اصلا تکامل هست این بی یه مرحله که جواب بید انسان لحیوان دنده تکامل یا اولوشن 1001 دون از کردم سفر یک دفعه هوای انسان شینه و حالا ای 1001 دونه هر او سفر چست زرتشت نیچسه ملت خیلی جورایی جور چیست نو ملت خیلی جورایی جور سرزمینی جورایی جور چه لفکر و لخوانین و واسه لیادم چی نیچه اتمال فردیدن او دیدگاه وازا 1001 قائین گویا لفلسفه هندی گردوته که the past is one the sages speak about talk about it in 1,000 different ways یعنی ریکه یکی که ولی خب سیجز به معنی دیده دار هر و همانی دیده دار سل ادبیات گوران و یا یک فیلسوف ولی سیجکان چه و 1000 جور لسر او یا ریق سکن که احتمال داری نیچه چون لسر در نیچه و ری فلسفه الواسا هندو آسیایی و ترکلی چند اروپای رواز کردن و چین از اروپا و فرده گورل این کردن سندری و تأثیر و یا گردن و برای این نشان هستن که ای هزار و اصلا هر او این فلسفه هزار the past is one and yeah the sages talk about it in 1,000 different ways مثلا اینی که ایده که این مالتیکالچرالیسم اروپا در سری
تکامل دنیا اصلا افکار یا نظرات مالتی کالچرالیسم لورو حاکسن حالا این شون خیلی راست رویه که نتوانم مثال نظری کنم 1001 دون از کردن سفر یک دفعه وای انسان شینوه 1000 ملت کرد یا از تنیا لناو یم ملت خوای انسان رام مفهوم پیدا کرد زانستم انسانم تجربه کردم انسانم باقی کبی شون چون حیوان تیز نیانش نسه yani tanya یه نوع یه ملت انسان بید لباقی او ملتکان لباقی او شونیده که من سفر کلمته چه بی هر جور حیوان تیش لبان بلم یعنی و جبر و حکم و دستور و جبر و پیم هینم کردن لکوملگاه حاکمیت و ملمه کردن و زور و شمشیر تیق تیز نیانش نصر باید بودن بیره نیانش سر نیانش نصر ها باید بود تکرار بیده تا و ایدو ایسه با دون چز تا نو لمقایسه وگرد دنیا چز ای کرد بین انسانه دیاری رازی من کردن انسان احساس کردن به انسانه مثل که لیره چز لئی فلسفه دانایان کردان که انسان مفهوم داره که انسان لمعنی واقعی خود و عنوان که یک کریتور یا یک خانکار مثل چز لباقی خب باقی چز وقت تماشا که یعنی دامنه یا گستره دانایان چنین بیسن دانای فیلسوف سردم اینا سردم و اصلا شون که نیسرا فراتره سردم بیای دوره بابا نوز بوده سری افتماشتم دوره پیری سلطان ساک ایسا که تماشا کیتن و گرد ادبیات و گرد واسه فلسفه سقراط و افلاطون و ارسطو و گرد چی سفر کردن سهندو و گرد روم یعنی این روم چی نسا واسه بیسانس او زمان دمشق چین هستن بقیه چین هست یعنی ملتیلت واسه جهان بینی فلسفه دینکان کشت مطالعه کرد وقتی یه تماشا کید حتی فلسفه یونان فلسفه که بخیریتی مبنای یاری یکمالگاش هست انسان یا انسان حیوانه تا برسه توی که ادیان ابراهیم زرتشت و باقی دینکان چست اشتی ایجور براورده کردنه که انسان لطی معنا پیانا که بلکه انسان لمعنی و اصراف لنفس خواه چست حیوان نقش که حیوانی داری جور حیوان ولی رفتار جایگاهی که حیوانی داری و یک وقت تماشای و ساختار دوری یونانی که لواقع فقط مجموعه که پیال آزاد بیچت گودستان و بیسن بردکان و جن و بربرکان و اصلا گشتیانه لحقوق و لمزای انسانی یا لموقعیت و شرایط انسانی لهستی که انسانی محروم بیسن و یه سکه تماشا که ایسا دوره یونان و اصلا دموکراسی مستقیم لناوی بن و اروپا سرچه و مرده هستا و کلیت لفرشون یا را تمام دنیا ولی خولی روان که فیلسوف گورانو چه بیسن بره کنه او فی فلسفه لکوملگاه بکریت مبنای واسرا سازیان یه نظام سیاسی یه نظام اجتماعی که حیوان انسان جور حیوان ولی رفتار کنه مثل که لعدیان ابراهیمی و جرسه که وزور شمشیر و اسرا و حکم فریضه و دستور خو و علیه و نظم خلیفه و امام این نظم دنه في السامان دنه هاي جوجا لما ولو في فلسفة هندو چین و اصطلاح که دوری که کاست کانو که حیوانیه از آن بودایی کن رواز و شوازی لی خویندنی که طبقه خویندنی یه که لیرت ماشه عظمت بکن
که براوردی کرد چکرنا ای جهان بینی فکر فلسفی گورانه تنیا لی جهان بینی واقع لأصل لأملا إنسان معني دريت وإيش بستجي ودريت كي إنسان خوي حدث سرطاوة باشتاره للداناين قانون لا تعريف أخلاقيات دقش تشتك باشتاره وقشتك بعد مبنى زمان بعد مبنى واسرا مطابق جواوی نیاز خوی هستی خوی تعریف که و یه چون بشتر چون لگه چتکانی دخالت داشتن و این انسان و رازی خوی بشتر و زود بشتر نکن و زود حالی ناسین و زود رفتار پی ناکن باری ناکن رستورات جور یک بار دستورات دینی یا دستورات حاکمیت بلکه این انسان لری یک خوی بشتر بیده تمام پروسکان بلکه وصلا و پشتستن و اخلاقیات اجرای او چطه کدن که خوی بشتر بیسن لتعریفی لتبیینی وصلا او مفادية او خاوية ياساية يا او سورية اخلاقية خوي بشتال بي وقصي خوي كدو قصي ديكناني جنفتس وزانيتن چو پروسكا چو چيسن ويسكا يس ارزش شرع ويس ليرسكا اي فلسفة خالص يسكا من 1001 دون اسكر يدي تو ذات خواهی نرسته فی که ذات خواهی لا واصلا لا خلقت و هاتو تا چوت پاکپوس علی و علی هاتو چوت پاکپوس بالیل و بالیل تا هاتو چوت پاکپوس تانو دیلو ایچو چوت را طریقت کن سیل طریقت واصلا آتش بگی و طریقت خل افضلی و این سی مامدو یا طریقت خل حیدری یا طریقت نور علی داری مثل که لیره چیز مشخص بود و روشنی مشخص بود یه لیره سفر دانایی نه سفریه که دورانیت رو یا دورانیت ذات یا چشتک ده اینا زوانم شیرم سردنم اینا زوانم باید لیره گوان بود این کلمه هنا ناقصة تفتك موسيقى یه باید کنی گوان یا یه چشتک بودن که چه زوان تشویق ده گوان و شیرم چه او سر درون است او فکر است که آسیا است و زایی است و ایسا توانم چه دلی و جور شیر داری بارم و چه کم محصولات را مردم دلی تولید بکن پنیر و اصلا ماسلی بنم یعنی که لب کامبوارو چه درد به او افکار پری مهمانن موجزت موضوع و یه سدیره چه که لره هینوان لره را مهمانان را اندامل کومرگا چه که تن موجزه خلق بکدی یا یک توری بتاشد که راحل بیدن فلسفه ببافیدن یه سه هیچ کس شیرم زوانم بیسه چه جورگوان و شیرم او سر درون مثل او یافته لسه او بافته لسه که واصلا مقیمشن چه یا هل زوان فلسفی شوریه دی کسی که بالمازه رسیس مازه و توانی بیانی بیده نه شوریه واصلا ظهوری حضرت حق دیود کابرا و نتوانی وزوان باید معجزات یه معجزات باید بود یعنی جمع باید بود نه معجزات باید بود یا یک تکبیر چشتی گوجوره باید بوده یه معجزه موزن عزیزم که درون
یا چه درون نجادر بنده چه قوای حیوان لی زوان پاکر نودن ای شخصا چکتن خریک افکاری که رسیس مازی لیر لزوانی و تریتی دیش رام مانویل چکت تدبیر راحل به چکتن و ای تدبیر درونی چکت نجات بیتن بنده لقوای حیوان انسان کان لقالب بنده باید دیش لقالب نوکر لقالب برقر لقالب واسه سلیف یا کویله باید در که قالبی که انسانی ارزش که انسانی بید ایسا که ای بنا لأوروپای نمونه نیست لفلسفه اروپا نرسیست ای حد لفهم که این بود چون اوان دیگه حاکمیت دینی که نیچه بر علی تمام واصله سکان زرتشت واصلا نفی دستورات خداوندیه که بتوانید خدا نفی و بکید دستورات که پیچ و بکیدن وجود نفی و بکید و انسان که خالق نه یک خالقی که انسان خلق کرد بود و دستورات را داشت بلکه طبیعت که انسان خلق کرده و خواهی توانید جور خالق اوی که خاصه خیر منه را خواهی گره اراده و کتی چارنیز خواهی حالا من دواره هری هزار ریل ارز کردم لخصنفان ای بخش حالا او دستنوس خلیفه یاد مرایه که هینا ایجول دیاره که این دوره سده هفتم هشتم بود دوره پیریل ولی خب اینه که کلامکینتیا ننویسیا که من نقطه چین دارم سفید سواری diyelim amin diyelim bayağı bu namın nakıncıtın amin diyelim suari manzur این بود شاخوشین بود دوره یا خوشین بود که بعدن دیشا و یافتکو گردش که داری داوای کار ازل نشانه باری خب لو رو شروع بود حالا رفتی دا سوره معلوم نیه یه باید کنی مجموعه سوره بودن که دوره ورنی چین کرو که تاریخ ممتدی تاریخ آدمیه شون هر یکی وان شون بر هزاری یه او کسی که دواره عرض کنند لوره سفر که تنید دنیایا دیر ای هزاره چیز داخلیه لوره او هزاره چیز خارجیه یه که و دو معنی هزاره چیزه که هزار سفر کیتن ده هزار و یکمی که این کرده ای جانبینی فکری فلسفی دانایان کردانسی یا دانایان کردانسی لیره انسان این که معنی انسانیت پیدا کردن و لیری چه در رقابتی یا میدان گو بازیه چه کردن لداخل وقت شون یکی که راحل کسی کنیا یک از که در زمان بسرا سده افتماشتمان بنیامین او راحل داشت شون هر یکی وان شون بر هزاری شون بر بنیامین داوکار هزاری خب بنیامین شونه که بنیامین بردسه بیاد بیار بی راوی حساوی او سرتما و او داوکار کان تر او هزاره کتر که ایمیج ریدیری من چبی لیلایان جم و دتی گفتگو دیالوگو مثلا پولومیک فلسفی خیان لو و ریکه بنیامین و معقول واقعی ناسیا و انتخابی اوری و عنوان ریچه راوی حساوی که بدونه کمالگاه یه دور و بانیه یا کردان یه دور و بانیه چه یاری مایدار نشو قاتلی جار یا جار قاتل نشو که لی موقعه که لئیس ایشونه وقت واسه که مایداری الانسان یعنی مایدار چه کن و سرسکوته بن و حاضر بن جور سقراط جار بنوشن ولی خوب لقصه حق دقیق حق لام نار رنگ وزنك امامش چنی کفتی میشه و شون امامش چنی شون من راما تا یعنی قنی دوستان مزگانی آزاد گرد بنی خب
الان یه آزادی باید بودن درد که ایشون را چیز را آزاد کردن بنی لرا و کویلی در آوردن کرد اصلا کسی که آزاد کردن پیدا کردن استقلال هفتی نیست ایشونی که بنیامین اینه کردن و معقول بکفنشونی چپ کده که مزنانی او بودن و ختم بودن برستو آکام برستو آمانجا که چه بود کرد بنا آزاد. حالا یه صفحه که 1888 صفحه او دستویست خلیفه المرز چپ کردن چو آزاد بود بنی خان و ایران چیان بنی خان و ایران خود چه کردن بچید بنی خانکان ویران بکی که بتوانی بنی خان آزاد کید او بنی خان در منظور تنیا فیزیکی نیه بلکه منظور او تفکرات او فرهنگ او راهالگل او مکانیزم او ارگول او ارزشی او چیزی که چیز خوی انسان کان بنی کتن لیه سردم یا لیه ریه باریک ریه کسی که بتوانید او هینه چیزی نو بکید تازه بکید وحاری بکید و یه جوهر اصلی ای فلسفه نو کردن تازه کردن آیچ پوشو داغما و شیران شیر ها یکی وان قدیم و سری یا قدیم و سری یه که منظور له این هر او روازی این که همه بکران همه وری و روی ارکان وری یه که وری و ارکان بتوانید که علی باشه این خطش ناله بود میو سامات و شیران 1000 قالب مگیرن خب ناله بورچک که یه منظوری له او این افراد بشتاره له او شخصیتی بشتاره دانال بشتاره که جور بود بناورون و سام شیر داشتون و 1000 قالب که یوی مگیرن واسفا له او پراکندگی له او پژوبلاوی بان هر کنه قالب خوی بگیرتن لشون خوی واسفا ملتك بسازي هر انساني اللي جمع شو خوي بري قالب خوي بريتن وبتوانيتن يكون ملقا يعني جمع قالب بكري حالا این نگینشی مزخرفاتی که استفاده هی که اضافه کن نگینستندن چه پیغمبرش پسون دینی کشتو مرده دین هرچی مزخرفاتی که رب داشت وسیعه و نرفی جدید بودی پاکش کرده و روی سرزمینی که یه او بینکینی او نیم کشتکینی و دا و یا خشتیل فراتری کنه مثلا یه خوی معلومه که ساماندهی کیتن را چه ساماندهی کیتن را یه چه کوملگا که وحال بود گشت معنی خو چو هین کن چو واسه ساماندهی کن یعنی ای ریه که گیتن ای بحث و گفتگو هیچ ربطی و واسه مسائل موفوق بشری یا دینی یا قیبی نیستن ایره کنیان برسه دی احتیاج نیست پروسه تی بکرید ای هم که چخشوقه بکرید دیالوگ بیاد گفتگو بکرید بیا برو بکرید قانون دا بنید کسی واسه او چیزی که واسه لقیب وقتی یا لاسمان وقتی هر وجرا کو تمام رزبار این که تنخوی بنیامین به تی او قصیر چو واسه قانون کم دامرزانه چه کی چو باید رفتار که حدود محدود اختیارات و واسه امتیازات دست نشان کنه چند سروده و عنوان نمونه واسه ها مثل رزبار و نخت رزبار یا مثلا بنیامین خطاب و رزبارشه و نخت پادشام جهانگیر و نخت پادشام یعنی وچه و قصه پادشاه جهانگیر می جهان کردن چه بود سقام دیدید نخت پادشاه برو دیدید نه فرمان خواه یا این دیدید و نخت پادشاه جهانگیر شامان بنده مسازو جهانگیر می و این شامان بنده مسازو منظور شاه بنده دیره ازو ملگاه بنده با اصلا که ستایشگر بود پرستشگر بود دیره معنی نیره چون دیره نخت برسن
نقطه شاو اصلا بریار نقطه داره معنی بریار ده یقصه سر هفته و دو پیر دستگیر میو سر هفته و دو گیر دو پیر ما دستگیر میو منظور سر هفته و دو پیر لو موقعه چه بود بنیامین بی که بود پیر پادشاه یا مقام نظارت و عمل پادشاه و نهاد پادشاهی داشت نه او رای تزویر او رای تکبیر یه تکبیر نیه نه یه بعد یعنی تکبیر مشورت او رای تکبیر پس لی تزویر مزویر رو در چوتن چون دیره چست پادشاه یک کسی کابان سر که چوارچوی تمثیل بودن قانونگان اجرا کردن لی لان نایتن و اصلا خیانت ناکد یه سکه و تکبیر و مشورت و گرد تیر کارگان بهتر و دیر تزویر و درود دلست و خیانت نامینه هر گروه طالب و یک پیرمه و منظور یه سازمانده که او هفته و دو پیره که هر گروه تربان لناو ای هفته و دو بارا چپ سازماندهی بکرین برای که گوره تر و برای که بیچکو برای که گوره بودن یار داو را بر لورا گروه یاران مبوله میونی باید کنه مبول بودن که یاران این گشت یار تنیا سلطان صاحب نیه بلکه یاران یار که وصلا ارجای دن و سلطان صاحب معنی که نه که چون یه داری یار داو استراتژیست بی یا وزیر دفاع بی ده اولو که یه وزیر داد پیرمیسی وزیر دفتردار مبو یا هینی پیرمیسی هینی که بود وزیر کنار وزیر دیوان و داو بوده چه ربر و پیر بنیامین بوده چه بوده پیر پادشاه یا ناز خور رنزبارس جواده تو بنیامین دستگیرن بنیامین خود دستگیر لیر معنی و اصلاح هین دیتن مشاور یا هین دیتن دستیار دیتن که ای پیشنهاد تخییر دیگه که بنیامین بوده پیر دی نوته هین پیر دستگیر دیره هبریا که دیره بکه ولی خب دستگیر تنیا و نیه که بوده نوعی که زاپاس یا یک یاری ده بلکه ناظری چه بلکه تونه انتقادیش که ولی سلطانه لمطلب لیکتر حوالی مثل و من اینه که شیکاری که مثل فارسی بود بنیامین دستگیرن وی گوابه شاه و یار دستگیرن لیره وشهین بودن و یاران دستگیرن و چون بیاوشینا و یار ناوتن و شاه دواره بیاو وی گوابه شاه وی دمو دستگاه چه بودن هینا دستگیرن که بعد کنه هم دواره دیری یاران خاونکار خدای هفته و دو پیره خاونکار پادشاه خاونکار با انسان این مقام و اصطلاح یا هر قایت تکامل یا تکامل فکری معنوی انسانه چه برسته مقام خاونکاری بتونه بوده پادشاه لکومالگایا که چه از این خاونکاره خواه عالم نیه خواه و اصطلاح سازنده جهانیه هاوتای یهوه و نازانم گاد و علا و اورا مزدا و اوانه نیه بلکه یه خواه هفته و دو پیره یه گزینشیه یه که جیبیس جیگروه و اصلا دور چو و اصلا حساب که یه دور و ای دنیا چوارم سرلی جاوید و ای دنیا سازیاود شایع بوده عنصر بنیادین ساخت کوملگاه یا سازیان ساختاری اجتماعی ساختاری درست و کارآمد که عقلی بود منطقی بود و بتوانید بسری و گره بس و هفسنگانن خاصراوی ریکوپیکی دیاری بکرید خاونکار خواه هفته و دو پیرن هفته و دو پیره که چست مسئول هفته و دو بارگاه یه خو هفته و دو پیر و اصلا مسئلی نیه یعنی مدیر کسی که مدیریت یه بارگاه ها بوده
1001 خدا، هزارش پیرن، 1001 دانه کرد، 1001 دانه لیاریت او بشداری یاری سردما که شایسته مقام خوایی بون، پادشاهی بون، مقام خانقایی بون، هتنیا چز 1000 توانه مقام پیری داشت، مسئول بارگاه بود، مسئول چیزی مثلا باویار پیر تخت، مثلا ولیعت کسی که لشونکتر و اصلا پیر بارگانوت پیریکتر بود، مسئولیت که مدیریت داشت بود، تنیا یک نفر توانید اینجی گیره چون پادشاه ذاتی یک دانه است و یه که یک نفر توانید بود پادشاه. داود رهبر نویس هم داره تکرار واسه موسی وزیره خدا یه اندام، یه شخص، یه فرده پیر هر یک بیدن. پس خدا چز یک انسان، خدا مافوق بشر نیه، نادیدنیه، کسی که یارم ها نو جمعه ها نو دیوان. پس خدا یه نفره و پیرش توانیتن هی یه نفره، یعنی چه دو مدیریت مشترک یا دو مدیری را یک. پس شاه و پیر پادشاه هر دیگه چکن مقام اول جامعه دیرن، یعنی مقام لبقیه نظام السیاسی او سدن شاه مطلق تنیاست خودسره، ولی لیره چکی تو کیتی جفتی که بتوانیتن هند کیتن ده تزویر ولا ریا ولا انحراف ولا قانونشکنی ولا واسرا دیکتاتوریت چکی ورگیری بکیتن و تو هم سه مقام داری، هم داو باید ولی مشورت که هم ناظر ولی مشورت که یه تقریبا هین بودن مشورت جمعی اندامل جامع و للاکیش و زنجیر و وقت یکا هین و مل یکا ناظرن وقت یکا و هاو تصمیمی کارکان تصمیم کان گرن ریارکان درک. خب مصطفى هاي تقدر وشتن دفتر دارنا يا هين معجزة إبراهيمية لكي سربانية للتكرار وكان در صورة يا هين معجزة بوركية كي السربنا في موسي وزير دفتر دارنا دفتر دار دور پادشاه پیرنا دفتر دار يعني قرار في موسي اعمال امروز سید بنیتی نیه دفتردار دور پیر و پادشاه و پیرنان نظام پیر و پادشاهی وزیر دیوان او دوره بیستن این بنیس خراو چاکه و اصلا سید نیه تا آخر زمان چنی یار داود برای گیرن. خو وگر هنا وگر یارداو یه کلامل دوران پیریل بشکلی که دوران سازماندهی که برای گیرنن برای بریتن کسی که بایتن بوشیتن بزنید چه توانیتن ده او هنا سر درونیانه لو شیر درونیانه چه بکیتن تولید که بر هم باریتن هم دفتردار و هم دستگیرنن بینای یارشناس برای گیرنن. خب پیرمیسی چه کتن یارشناس هم دفتر داره هم یارداو اینی که داو بارتن برای گیر و اصلا تشویق رفت هست که سر برکه بگیرتن گله پیرمیسی و اصلا بوشتن و بزنتن یعنی و درد یار خون یا یار ناتوان بونه لبرکه بوشت داو چون وزیر واسرا دفاست دوره یا چرخچی جان که بتوانیتن یارگلی که حاضر بن یا جمعیتی که حاضر بن بشتار یاری بن نمایندگان بارتن که کس بنیلی بارتن او سردمار لخطرات واسرا کسری بی شارزا بینسن و واسرا او یارگل کمرزقینه که احتمالا مخصوص کی
کومک و ای پیکل جمعیت جورا بیود که و سلامت باریتن و بانوی هین خویان کن واسه سازماندهی بکین و بانوی یا یک بیاو بس کن و بچن و را ولات خویان روزی که لبش هفتوانه یکان آوردی سروده که وروش حالا سودان وقت حل بکیتن صحاک تولیه و لیزوان سلطانی بشیتن یعنی خطاب وصلا سیاسیه هر بیو بیون هزار خدایی هر خدای بوش بیون بارگاهی نشانن بیشتر پاکیزیایی نشکنن ای قول پیرو پادشاهی نظام پیرو پادشاهی این مکن اگر کنی هزار خواهش باید چون ای خواه هفته و دو بارگاه دی هزار خواهش باید بی نهایت خواهش باید هر خواهش بی نهایت بارگاه داشت نه هفته و دو دی کسی پاز یا نه چوتن واسه شرط و این دابنه یاسا و ریسای دابنه و جاب مینه واسه سازماندهی و حکومت این مدیریت ساز کرد نشکنانی قول پیر پادشاهی نمیرن چنو مینو بارگاهی دی زوان دیگه پاکتر سیاسیه دی زوان دینی زوان سیاسیه نمیرن بیشتر جمع و جایی هرچی ای واده ده ایمرو رو تا رو جایی تا وقت این کن تا وقت اعلام استقلال کن تا وقت دیوان آشکار کن تا اوروژه چه بود ای گزو کوچه ای قانونمندیه ده ای ریا بود که هر اوی که بنیامین میایی هر اوی هینی چه سهره ورده است که بنیامین و تسه و حل و جیاسه و ریا تصدیق کرده قبول کرده للعیان دامناغالی بشتاریه هیچ کس نی دستگاه نبوش جایی تا بخشن جمعگونه گناه دیره معنی نیره خطایی درست داره که بتوانتن کسی که مینه جایی نکن دستگاه واسلا مدیریت جایی دان نمرزنن ایره کنه خطایی کش بین توانید بخش دیتن لی چوارچوی ای دم دستگاه پیروپاچه ای ادان هاورنه چکرنه ای سروده ای بنا هاورنه دیر سید دستگاری کنه اگر چینو دما بیون خدا یه باید کنی بیو ای انیزیاد بیو بیون خدا هر خدای بوش بیونی بیون بارگاه چکتن یه هر او دو خشت بانی است که کمی هینه کنه تقییدانه نولاوان ای قول مکران هاشا ورچ هفتوان جیا کران را ماشا این مزخرفات او سروده هاورده چه دیر هفتوان بکنه ساگ دینه را درست کرده که داوت هفتوان و مردم لیه اولادی کسی نکرد لر هفتوان لانه حالا ای کلا ای بنهینه ای بنا هین دوره تیموره که بالنسبه لزوان سلیم و لدوره واصله سی فرزی بن سنزه لأو دستنویسی که گویا لجمخانه سی امرالله شافعی هست لأو رها اینه که نسل و عنوان بنی لدوره سی فرزی دانسته قلم یهین سلام نوروز و تیمور بانیارانیه چه سر میل و سلای رموزن زمافتی یاران کان دلدوزن خو اید لیره چکه ریاری رازی من لیره حالا این جعلیه یه بشکلی نمو نیشت مثل بی وجدانیه دا که لسه و سر میل بشتر چه بودن سلای رموزن که مشروعیت دلیتا او راز و رموز او چطوری که برنامه و هدف که حال دستن بچه زمافتی یاران کان دلدوزن که آزمونیل یاران اینی که واسه حل سنگانی است که یعنی هم دواره جلین و قرمزی نکن سلاش سن ندست میدان تیار یه منظور چه تیموره که حل ویجی مشروعیتی که سندیه چه لدست مردان تیار لدست مردان تیار او آنه که باریان
تیاره واسه تازه و بینسن دارای دیدگاهش تازن چکرسن مشروعیت خیلی وانسن به حل وجه حالا یه تاریکیش ناود وستن نزیل یاران روشنایی وستن نزیل یاران نه تاریکی حکم سن ندست یار بیداران خب یه دواره هم داره منظور اینه منظور تیمور بانگرانه که پادشاه وقتا حکم پادشاهی که یا یک اقرار کریه و دانایی دانه بین لدست یاریل بیدار یاریل هوشیار حالا نقیب بر بشون میدان یا هینه بشکاون پرده جامعه قیبیان که یه دیره برد مشوری اوست منظور اوست که یه هینه یه مدیریتی که ده خفا قرار درست بودن که میتوانستن چه بود یه رشد آشکار خواهی که سوران قیبر شو و ظاهر جلو رزان کن و دام ماهر و اینگل ماهرانه و تدبیر و راهل اقلانی و راهل هین و چبکن بونه نواتیش مردم ماهران دین در سازان هین کرنسن چسپانسن ماهران چنو بون سوار داناغر سوار بون لبینا وقال نابلئون بنا انقلابية اسب سوار يا اسبار الانقلابي يا انقلاب لبان پشت از یا یاهو که بتوانه چپ کن بگیرن میدان شکاک و بیزار و میدانداری بکن که کسی واسه ناقدل لنقدن بیزار بودن راه لکنن و قراری درست بود به تو بود و در بخور بودن که شکاک نتوانستن هینه دیده یا یک ناقد نتوانستن نقصانی دیده بکن میدان بسانن نکوی شکاکان بوانی حلاک صف ناپاکان خوی درست نیه چون بوانی حلاک نیه صف ناپاکان قرار صفندی این بکتن ناپاکان بخیلت کنار و حلاک کس حلاک ناکه زوان اسلامی ها و نچسپان سنوی که لیاری دریان که کسی ناپاک چنی پاک نه هم ثواب و خوی سلیره دوار ثواب بکتن دیوان پاکان باقی رو بخود دیوان پاکان که بتوانستن روابط لقومال قبل نهی ناپاک بنالو نجم گاو کوی یاری بمالو زر و ذات بیماری پس جم گاول و اصطلاح جفتیاری اندیشه ورزی بذر اندیشه چبکن لحیل یاری خریق جفت کردن بون لوادی یاری لبواری یاری و بنالن و اصطلاح خریق سازماندهی کومالگابن بمالو زروزات بیداری خب بمالو درست نرسو چو بلکه بشان و بوشنن زروزات و اصطلاح بیداری آگاهی بوشنن ولاو یا بکالو یا بشانو یه فعل گوجوره درسته زاد بیداران برو پیسر کرو سرافی چوگان کیبر که بتواند چه ای زاد بیداری برسن که سرکان و صرافی آن بکتن ای ذات یعنی که بزنید چه خاصه چه خلاص صرافی معنی که اصلا تجزیه و تحلیلی که فلسفی لادبیات بوده چو مثلا این که سنگل قیمتی صرافی این منظور روسته که ارزش یابی بیا ارزش سنجی بیتن قصو گوهریل دانهاوی نرزو مایه عشق نزیل یاران یه سکیل رو نادرسته لیرسته که مایه عشق نزیل یاران این که بسوزنید یا بکالن یا حک بکتن یه چند لیره بستانو درست نیه بشانو خلاوت نگدی شاران نمایندگی داشتوتن
گشت شارکان که خلات بیتن و اصلا نمایندگی داشت و گشت شارکان گشت کومالگار که گشت تشکیلی که کرچه بودن نمایندگی داشت و لیوان هیچ کس و خلات ویش نبو رازی بونی و هیهات سر و گوبازی وقتی کسی بشری که و خلات خویان و او مقامی که و او شونه که دریت تن و بر پساتی که رازی نون چپ کن باید کن جور میدان و گوبازی یا چوگان بازی و گل کسی که راست شایستگی را لیاقت خویان شروع کنه گوبازی که بزنن بسلمن که مثلا که شایستن ناراضیان یا او مقام تکلو خلاص وری گیرنه یا را کام خلاص یا را کام مقام رای کام بر پرسه تر شیاون شایستن قابل گیرنه باید چکنی چپ کن و گرد انگلتر و گرد یاری لیکتر و گرد کسی لیکتر لأو مکامدن یاری بکن چپ کن شروع کنه خویان هر سنانه براورد کردن چپین گفتگو بکن دیالوگ بکن و اصلا پلومیک بکن لسر موضوعات که بزنن چند مرده هرد تا که ننالو گاو سر میدان یه ایهین نمابو نزدیک شرد شهیدان که بکنه حسانی و حسینی یه خینه بکن یه تا ننالو گاو سر میدان چه چوگان بازیه که بکنید میگم میدان یاریه ده بنال ده وقت نالی گاو یعنی علیشه ورزی یعنی کالین علیشه بزر بپاشت بزر دانایی برداشت کرد هر وقت نالا گاو ندالهو تاقی مخیزو شرط شاهو کل شرط شاهو لیر معنی نه شاهو شانه هاشت بلکه شرط یریتن شاهو شروع کردن هر او خیزش شروع که شاهو شروع که یریتن و هر وقت نالا گاو ندالهو که گاو لیر فردی و دستکاری کنه و داخل باید کنی این بودن منظور او بوده که جمع یاریل جمع گاول جمع بنالو چندین جاره جیش سر میدان بنالو خوی سه وقت لیدالهو چون این جمع این خریک و اصلا درست کردن مدیریت بینست یا یک دیوان بینست لیدالهو خریک است او زمان وجه یک اینو دنگی گاو نورین این یادگار میشن که معنی نری یادگار میشن باید کنه بودن دولت تیمور باید تیمور میشن که گاو نورین اینه نقش ازالمور ناچی کوی خویشن که کسی که اولا در کوی خویش کنه و مردم خوی در بوار خوی در جایگاه خوی در مقام خوی که نقش اول بیدن که لیر منظور در دمون دستگاه پیرو پادشاهی او سایده مسکر نقش اول مور تی جام آینه دوران بنمان و رونق نصفای گوران پس که رونق صفای گوران جام جم مور جام جم شاه کسی که جایگاه دور داره سازنده کسی که وقال او این وقال مستر نیچه سرشته که کنه و 1001 بارتن برسلت یک او سرشته او نبوغه لیره کس شاده دیده که بوده مور جام جمع جهان یا آینه دوران آینه که تمام بشرین به خویان نمایندگی خلاف دیده گشت شاره بنمان و رونق سپای گوران شبکتن رونق سپای گوران یا یک سپای گوران به جمله جمشته نجم
کفتان نمان و حالت هر کس نصنعات ویش بو خجالت که کفتی کاری صناعت و اصلا کفت بازی خون درو درسته خون خجالت حیبت ایجم گوران که تیمور شاید هر کس 9 ساعت سروح یه جمعه که نقمام بزن و قطر لیره هم داره دین که چسبانه سنه و که من معنی که لدست دارم ضرر نمیارو و ضروزاتش منیه راش نور رش و خلاصش و هر کسی لشونی که رینریت ولی خلاص دریته که چبود چوب برپرسایتیک باید داشت هر کس نسردی ویش کرد و بی آر نه یه بدا خواهم داره تقیید دانه بیو نیش بی آزار حالا هر کسی لیس زمان سردیه بیطرفی اعلام بیطرفی کتن خواهی و بیطرف زنه و من بیش و من مربوط نیه چه بود لخلات سهمت لیاری او سردمن نیرید آنن آخر خجل خمن نروش باقی محروم جمن که جی نو کل جمع و خجل خمن مثلا بازیش بوده که را بشتر نویسن به این موقع که وقت واسه برای سپاهگوران رونق نیاشتن زمانه که سرد بیسن و یه را بی آل بیسن را ملتج ظلم و زور بیسن حاضر نویسن بنی خانکان بشکن یا ویران آنه ناخر خجل فدای کسی با 9 ساعت نداله اشتما کرو اثباتش و یاری لی 100 ساعت نداله منظور هل بشتار بود لیاری که چبکه اشتما کرو ثابتش و یاری اشتوا واسه پیشرفت مدیریت سازماندهی اشتوا اوی که هاو برنامه و اصلا اضافی که دیره یه هم دواره جوزی که یعنی سلیم و جوزی و نشک و گوران سر بدو و تیغ جلاد گوران یا جلاد دوران باید بیاده یه که اینه جلیه گوران از 274 دانشان و این خواهند کارن خب گوران ازل 274 ای ازل که او سردم کالا چوی سازماندهی که 274 که چوی سازماندهی باید بکنه سرده کنه بود که انسان بکنه این که قصه لوف که منظور چه بودن اما که چیز هر کاملی دانشان و این خواهند در هر کاملی ایانه که لینن و این مقام شایستگی مقام خواهند کاری دیدن یعنی شایستن بسید مثل سرسلطانی و مفهومات تیمور بانیان خود بیدید یعنی گوران موبین رای حق رای سوی بین گوران نکوینی کوران بگنان و خندق نک جور کوران بکفنه خندق یا واسه خرقراو گذشته خرقراو کونه پرستی و نظرم دین و فلان بکنه بلکه رای حقیقی تعریف کردن گوران و بانیه دو یاری آنه گورانن گوی راست مزانو نکنه سر میدان گوی چپ بشانو به میدان یاری گوران کسی که البته لیره باید کن تریالی چی میشون که لیره گوران و گردی یاره یک گرید نظر مفهومیه هری ای تعریف که لیره را مفهوم گوران کرد جیکه که لکاملی که را یار کرد در نتیجه این متن این گنجینگی دستکاری کریان هستن که لیری چه هر باید یار چوده که یا لقدیمش باید کنه لشونیه لیت سرده لیلی گوران شده چون یه گوران معنی گوران و لمنی گوران هم خلقتر دانایی و هم وکاربر دانایی یا مدیریت کرد جامعه و روی دانایی یعنی معنی ده
آنها گورانن پس گوران چکتن گوی راست مرانو به میدان گو بازی چکه راه هدف و راسی چوگان بازی و راسی او اهداف او برپرسه و راسی بیت سر و راسی بس را اجرای که قوانین گشته نک لسر میدان گوی چپرانه یکی حلی و اول و چپکتن شروع کتا بس را فوق بازی و خیانت گوران مو دایم وینی کوری نور جلا بواشون نشو بواشون لیر منظور جمع لیر بواشون جلا بواشون نشو دیجور یعنی گوران باید همیشه جور کوری نور بودن که شغل تاریک چپکتن روشن بودن واسه تاریکی نزانی روشن بودن و نور دانایی بزن خرید چه نکوینی کوران سخت دل سنگ بود سخت و دل سنگ بود دایم نزوی در ظلمات تنگ بود خب نک یک وینی کوران وینی متعصبین وینی نظامیل چپکتن سخت و دل تنگ متعصب بن و اصلا باریک بین بن دایم نزوی در یعنی و اصلا حاضر نیرو بخش ظلمات تنگ بود یعنی نظامی و تعصبات بود پس نگوینه چپکتن همیشه روشنایی بخش بود و روشنایی دانایی کار کرد نگ جور کوریت جور متصول یا متدینیت راز این بود هز و ظلمات و تاریکی بر و نظامی گوران و خاصن نبونی دلکور بگیرن حرمت گاو زرده نور خب یه گورانی که خاصن گورانیلی که خاصن که کردل نوتن متعصب نوتن و اصلا دوگم نوتن حرمت چپ کتن حرمت گوریل خوی کسیلی که داناولی که دیرن زرده نوریان خریکن عمریان و اصلا و اصلا و قورینگا خوار عمریان دیریتن نیشتن قروب کتن حرمتن بگیرن و داناییان ور بگیرن و لیلیان لعو نوریان استفاده نورینگا و قی بشکاف و پرده او هم بنارو نکوی بانزده هم داره منظور چست منظور یارانی که لکو بان یاران لکو بانزده چکن خویان آشکار بکن وقت این کن مدیریت تشکیل آنستن چکن خویان آشکار بکن دیوان آشکار شو عقابی بود بو فرقله داروی معنی نیده یه کلمه که دی کلمات دیگه کفتی هستن که معنی نیده گاو سر و نام تیمور حسار در نتیجه دیر معلوم بودن که تیمور انتخابی سر شاهی نام سر نیه گاو سر نیه یا گاو ایرکن سریدو منظور او پشکسه پشکه کسی که معلوم نویسی کی بود پادشاه که و نو تیمور حسار بود و نو تیمور در چون تیمور هل وجیت را پادشاه بلی بدبختان هاشاش مکرن فرمان بای قصد نراش مورن خو تیمور چکن بدبختی لی کوران هر و چکن هاشا لی کنده پادشاهی تیمور فرمان رای قصد نراش مورن خو دستی سو پیله بنکر که اینه بکن نو بونی مخالفت حالا یعنی که وکو هینان که مثلا لشیرتن تا لکلام شیلی که کودن روبایان و فن هیله مویارون کی تاوشت چند نوله شیر دارون که مثلا روبایان هیله گریل و یانا خرید دستی سوهینن منتای کی توانتن این داشت و توانای بربرکانی یا واسه جرأت بربرکانی چند شیر داشت کی گناهکاران زیل زبون زرق متاو کرو نگاه نورین برق حالا منظور واسه که اوانی که متعصب و کورن کی توانند واسه نوری که تاویتن منظور این یاران یا این تیم بودن توانه او نور نیرن او دین او نور نیرن یعنی
وجدانیان یا افکاریان کور تیمور چون وها برقش مشانو نور دیده زر شکاک بسانو و تیمور چه کردین؟ تیمور چون وها برق این کردن روشنایی تازه و کردن روشنایی خیط عالم و روشنایی وهار تیرید دنیا وهاری و کردن بانی که خوی دیریدن نور دیده چه کردن دیده زر شکاک بسانو یعنی چکتن شکاکلی هیچ دیدی که نور نیری واسه جیگ نیرین بحانه نیرین را نقد کردن یا را وجه پرسیار بردن کاروبار یادن توانایی و دانایی و واسه لیاقت و شایستگی تیمور ناتوان بانجر پرسیار گاو تیموری سرده به تزویر هم سر برار و صورت شیر پس گاو تیموری کسری که هان ول تیموره چکن به تزویر خریکن سردن سرسپارده قول و قرار خویان بن سردن قولن نچو یارو جک لبان جادوش بغاتوی که چکن هم سر برار و هم و صورت شیر جوش لمیدانا خویانشان بن قوملی کن و کرده عالم خویس شیر فتایی که بنالون دور بو و سر رمزش حشمت شابور خو ایسه که تیمور و شابور و اصلا ببر شای ببریلی که حشمت گوری شکوهی و اصلا کاریزما تشبیه کردن گاو شیر و بور هر سه بو و یک روبایان فن بگنوشان پک خو روبایان فن بگنوشان پک خو یعنی پکیان کفتن دست سمستگان اجرا ناوتن وقتی گاو شیر و بود گاو منظور مدیریت و شیر و اصلا نیرو و بور چابکی و چارلکی اتمالا یعنی نماد او چیزی بود و معنی بود که هر سه وقتی یک گری سازماندهی شیر اتمالا بود گاو مدیریت و شیر و اصلا نیرو توان جمعی و بوری چرا او تیشوشی و تیشبینی و یا یک ارکای منظوری و اصلا پرشل و چالاکی و نشکار زفرها بودن لطرف لشکار بودن ایسا که ای سانه ارکان یک بودن جبکتن ای هینگل روبایل کسری کانه فکر دستی سومسیسه بازارن پکی کفتن و دستی سکانیان ناتوانتن ضرری بیله دمو دستگاه شاهی یاران دستگاه تیمور ناله بورو گاو فرانشیر بود دوم ظاهر بند و زنجیر بود الا یعنی جمله کان یعنی این کرنسن سر او معنی که باید که ولهزت و بیتن ناله بور که خو معلومه که منظور میدان داریه چور بور شکل شکار دیچکار که بتوانی شکار بکیتن کسی ریکتر باریتن ناو دمو دستکار کرد بشتار و اصلا دیوان بکیتن او معنیه لکه یعنی بیشتر و شیر خوندین تا یک معنی که کل فکری داشت گاو قرآن توصیفین و اصلا گاو قرآن شد حالا یه باید کنی فرتر بود و یه چند مجموعه جمعان که سرا و معنی که یعنی فرد ناتوان زور بانی باری که یه بستری بود نجیر زنجیر حشمت بنمانو پرشن وستون حکمات بشانو الا نجیر زنجیر جری ظلم و دوران خواه چه حشمت بنمانو قدرت نیرو و اصلا شکوه جمعی و نوع استقلال نشان بیتن نشان جان پرشن وستون حکمات بشانو یعنی و روی دانه نور بتوانیتن او کوملگاه کسی که یعنی
توصیفاتی که هم او توصیفات دانه لدوره بنیامین و تمام دورگان یه جوهر یاریکان به جوهر ای جانبینی است که یاریکان عملی کنیانست و یه فلسفه ملی. حالا من چند نکته که وقتا که فرچی چند اصلا تقویتمنی یک یانه چارنویس و اراده. حالا چارنویس ای لروانگه مبدینی و یا مذهبی و یا لروانگه طریقت الحقوقاتی و چه بود چارنویس حادث خواه هیچ چیزی لئی و اصلا بیانگل خوی شانده چارنویس حادث خواه یا تقدیر حادث خواه به رضای حق یا به رضای خواه گلال دار ناقص تسلیم بین و رضای حق یا خواه مثلا پرسین و ریاضت و عبادت دیرن که کسی که خواهند تسلیم کرد یک مذهبی یا دینی دستورات خواه اجرا کن و اصلا نظر و نیاز که یک میره کنیانه یعنی گشت را خاطر حقا حالا هینی نیرد جو دین ابراهیمی کن مثلا وگرد لبستری که مذهبی یک نایرد یعنی هینی که بدون پیوند وقت رفتار وقت جزا و پاداش آخرت یعنی که سرطان نیرید چند به سنت چکید بعد یعنی آخرت اندیشن که اصلا مذهب و تو کلی البته یعنی آخرتی کش نیرین گویا هزار دون ذات این که وارد شکن معلومیه که وقت ذات حقت کتن چی گردتن ادی چکاری چطور را دور حق و ذات بشکلی حق ذاتم دنی که وقت دورم روح بشر هزار جسم اوز که و دواره پیوست بوده حق یه چیزی که یه قاطی کرنه خواه چلی حالی نو و نورعلی یو حاج نعمت که سرچون آنی و دوستی نو سری مقوله ایلا قصه کرنه که سرطان نید آخرت یا جوه مر یعنی این کن ولی خود رواز فلسفیه چیز دیاری کنن چارلیست که جمع رو که لبان دیمن و دانغر چکن و کالین بزر دانهی پرسین و درست کردن پرسیاش و شکاکیت چکن خیلی گشت چیستی معنی بینه اخلاقیات قانونیه یاسا یعنی گشتی چکن یقی دانایی و یقی دیالوگ و یقی گفتگو و یقی بزر نسل و اصلا دور یاری دور و دور یاران هزار دور یاری مکان چه بود یاران اینه که دو قفل یادم که یاران چه بود هوشیارتر و هوشیارتر حالا این چیزی که یاد لید هر وجه لید سر و عرض کردم چکد قایت انسان کن چه برسیت سرسلطانی و بوت مقام خانگاه و کوملگاه چه برسیت برقراری یه جامعه یارمجوریت یا هر او یارسانی که ودا من در اوائل ایره وجده 20 ساله ود و خراو کسی که و خراو بودیم انا کار یاری یعنی ولی خب منیش کار درست نکردم که کنه نو کوملگاه کسی که یارسان او قایتی کسی که نیچلی لقصه کتن او جامعه آرمانی است که اصلا کمونیستی رو عنوان جامعه که کمونیستی لقصه کن و علای جامعه و اصلا یا ای نظام دموکراسی و نظام یعنی لیبرالیسم اینی نیده واقع سرمایه داری و مناسبات سرمایه داری و عنوان قایت هست کن یعنی بشر لیدی نظام اکتنیه جگری نظام متى لشوان گید دانایان گوران بشریت یاری که لبان رای ساوی یاری که و یا انسان کن اندام ول کوملگاه هوشیارتر و بن و رسید یه حدی که یارکان دی دست و درو دیده خویان این کن شرع را ناسین حقوق خویان و ناسین حقوق هاو انسان کانن هاو اندام ول کوملگاه و یه که او یارسان
كبود أو قاية سر جم وخومكاري قايتك إنسان كان لا جم هو هرب يخصم كان فرض كردم که لور رضای حق ودی تری ولی لیره یاری رضامند کردی رضای جم و حساب کرد ودی تری یاری رازی من کرد دانوال یا سورس یاری کن بیسا لیره عاقبت حساب کرد نه آخرت لیره چکیدن کرده و حسابان کرد فردا اینه که سلطه که شریک میگه بعضی که کرده و بعضی که تو کینگوش کالیده و سوور مالیده و سو نتیجه که بر همه که بیسه که عاقبت اندیشیه لیره نه هنا آخرت اندیشی بیسه که تفاوتی که بنیادین دیده هست بین جهان بینی فکری فلسفی و نظام ایدالیستی یا ایدالیستی که شامل مذهب و مسلک الصوفی که یوکش شو این ایدالیست جیسا که لئی نظر وسه که ای طریقت یل واصله الحق و کاکی چند طریقت یلی کن که بشکل اسلام جوابین و رو جوری که ارز کردم لئی تقریبا دو سال آخره دو سال آخره یعنی سنت یعنی گرسیا تعریف کریاست و ای جور دیت دستوا که این واسه دستیسه بودن و تایبت هدفمند برنامه ریزی کریا اول سرین و تاریخ حکومت گوران لكل وتركل يعني سرينوي جهان بيني فكري فلسفي بورانا وخصنا جيل وصلا ركيف يا مرك دين ومذهب ومسلك وإيهم في الخرافات تبارك الناس رواسك تشابن لولا يشوا ليلاوا يعني كنا سي باشماوي اسلام ولا لا يشوا كنا سي بينيك يا باشماوي دینی ایرانی و استقلال چکنه بدنسه جیر پرسیار و ناروشن بکنه ایسا که تی بیسوده سالا من توانست مثلا ای جهان بینی ورده بار مجیر روشنایی و ای چند سال آخره ای استقلال دفاع بکم و استقلال تحریر بکم یا هینگان تحریر بکم هنگلی او دیجاویده او بنمای فکریه وروی کامل رسن کردم شکاری کم و همه ورچو انسان دل بیدار دل وقت دفته انسان دل باوشتان انسان زیل روشن امیدوارم عزیزی هرچند ویدیوکا چیانی بی و چند نوبت گوش شده بودن و بتوانن ارکان نقصانی دیگه یارمتی دربن که میتونیم بحث که دولمان کنیم و من با ویدیو دیگه کشتن که این داشتن جوهر فلسفی داشتن که مخصمتان و دی من شکر ناکی من و کارکیلو و الحقل و امیدوارم اوانی چه بیان شکر نکن که بتوان یاری و یارستان و بکنن نو دین و مذهب و مسلک خوین و بتوان ای کارنامه و واسه دست کفتیل منه خدش دار بکن ناروشن بکن و لبار بونه که تایسی نتوانست نست و من اجازه هیچ وقت نیم کاری نکن بوده جوری بوده که موزیک بویرم ریگ بویرم و که بنماغل واسفا دینیان و باوری لانه بخمجه پرسیار و فکر نارسن لناو هاوساک لناو مردمکه خوین و لناو هاوساکانیان رایان و خاص بنیشه و زرلیان و شککت نیدم پس باید اجازه بدن دینداری خوین بکن لجن و الحق لجن و طایفه لجن و کاکی هر نوی گفتن خوشه
متابعين إيميج كارخومان ادامه بيمن هرجك جران دجل ناكم الدنيا رسان جامعية سان صباس ما يمكن سوانا خصي ملاو كبتوانتن جوري كابينار كمن بتوام واسرا خمو يارسان يبزانم وبعد بقي ويارسان نزانم يخمو ازو جامعية سان ودي كرا نزان هاك من خمو والدف خالد كردن لأو الدعوة لأو عنواني لكك خم مبتكري بين خم خالقي بين بس كأميدوارم ناحقي العقل لكن يحقق منه بحث فكري منه وبيلن بتنش بدرنجي بدل آزاري هر كمان هين خمان كيمن ري خمان داشتي من و پشتی لشومری که لازمه پشتوانه یکتری آرزو روزیاری خوش و سلامتی و امید بیشتر اشتر بنیشنا خیر و خوش